به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام تماشابینان عزیز گرامی. حالا ما در جایی هستیم که اینجا کنفرانس بین المللی چینک حقوق‌های انسانی و دموکراسی می‌گذرد و صدایش هم شنیده شده ایستاده است که در تالار علیه کنفرانس رفته ایستاده است و سخن کنندگان موضوعهای خودشان را مطرح کرده ایستاده اند و حالا ما در حاشیه این کنفرانس داریم با برادر اکمل استنیف، یکی از فعالان جامعه شهروندی، یک مصاحبه می آراییم. البته مصاحبه ما هم اطراف همین کنفرانس و مقصدهای اساسی اشتراک در این کنفرانس خواهد بود و پیش از همه من برادر عزیز گرامی را به پیام تیوی به کنفرانس خوش آمدید میگویم. زنده باشید برادر عزیز، خوش آمدید. تشکر زیاد. سلام احترام آداب رسه به شما و به بینندگان شما که ما را میبینند. البته ما در عرفه قرار داریم که کنفرانس بین المللی سحر امروز روز دوم است که ما در اینجا قرار داریم. البته این خیلی کنفرانس با نفوذی یکی از جهانی است که یعنی آینده تقدیر ملت و تقدیر سازی ملت یعنی که عیناً از همین کنفرانس ها شروع می شود. تشکر. حالا شما تجربه شرکت های سابق در این کنفرانس رو دارید و کنفرانس این ساله از کنفرانس های قبلی به نظر شما حالا آمده دیدید و به نظر شما چی تفاوت دارد؟ البته که از 2016 یعنی نهمین سال است که در این کنفرانس با نفوذ جهانی بنده اشتراک میکنم. البته که کنفرانس همه وقت همون اصول سیاسی خود داره. گپ در اون است که فهمیش ما بود که اول ما چطور این کنفرانس میفهمیدیم و الان چی میفهمیم در این. گپ در همین است، یعنی اون که نیست که کنفرانس تغییر یافته باشد. البته کنفرانس هر ساله و همه وقت درباره آینده سازی و همون مشکلی های جهانی در اینجا برداشته می شود که هر کشور باشه نوابسته از مناطق و سمت یا غربی و در اینجا همون مسئله ها بررسی می شود. آینده از همین کمبودی هایی که در جهان برمیخیزند یعنی تصمیم های سیاسی اون منطقه را گویم که نقشه میکشن که چی باید کرد که همین مشکلی از همون منطقه بیرون باشه. البته 9 سال است که ما در اینجا عیناً برای همین مشکلی هایی که سیاسی تاجیکستان داریم همین مسئله ما مبارزه میبریم. حالا امسال که آمدید، امسال کدام مسائل را شما خواهید مطرح کرد؟ امسال مسائل من است که اقلیت ها در کشورها از بس که 10 سال پیش شاید اقلیت خرد حساب باشه الان اقلیت بزرگ میشه. این مشکلی نه تنها یک مشکلی تاجیکستان است، این مشکلی سراسر کشورهاست. همچنانی که ما میدونیم 120 سال پیش از این دولت ها با نام ملیت ها ساختن شروع شد. یعنی پیش از این دولت ها امارات و سلطنات و خاقانات و غیره ها بود. در اونجا ملیت ها دیگر مبارزه برای هویت خود ساختن نداشتند. 120 سال می شود که زمین ها سرزمین ها با نام ملت ها ساخته میشه. امروز و اقلیت ها پشت پرده می روند و از نظرها دور می شود. بله، اقلیت هایی که در اون کشورها میمانند اونها نه تنها پشت پرده می روند بلکه تلاشی همون اقلیت بزرگ هضم کردن همون نابود ساختنی است. تمدنی و حق زبان نمیتن، حق فرهنگ نمیتن، هیچ چیزی حق نوشتن کتاب نمیتن، حق تربیت کردن فرزند خود با همون ملیت خود حق نمیتن. این مشکلی ها است سر میزنه که اقلیت ها بزرگ میشوند، بعدا همون حق خود مجبور میشوند طلب کنند.
یعنی این چیزی است که باید این مسئله خودی مثل اروپا را ما به نظر بگیریم. اروپا نیز این مشکلی ها را داشت، اما گرفتن به 28 کشور تقسیم کردن و دولت هایی که ما میبینیم 400 هکتار زمین هم یک دولت است. بله، بعضی کشورهایی هستند که با 3-4 زبان صحبت میکنند و 3-4 زبان دولتیشون است. 3-4 زبان دولتی است. اما این مشکلی را که ما آسیای میانه الان حل نکردیم. الان آسیای میانه ما یعنی اقلیت اینا هیچ ارزش ندارن. برای اینا حدود و همون بایگری زیر و روی زمین حدود است. یعنی اینا بایگری است که اینجا اگر در دست اقلیت باشه ما نمیتونیم بایگری. حالا شما همین مسئله رو میبینم که نه همین روز نه دیروز بلکه خیلی هست که مطرح میکنید. تا چه اندازه فکر میکنید شما موافق شدید که همین مسئله بیشتر مطرح شود و یکم مورد توجه قرار بگیرد؟ موفقیتی خیلی بالا است. من اولین با عمر علی قوت این مسئله را صحبت کرده بودم. همین مسئله که هویت قرلوخ. وقتی ما اولین بار در این مسئله میدان آمدم، کل هر انسانی که احساس تاجیکی داشت زید ما بود. یعنی بسیار تحقیرها، تهدیدها. با مرور زمان آهسته ما تونستم با همین طریق تاریخ‌ها، با طریق نوارها و مغز سر مردم رسانم که و این ملت، این قرلوق‌هایی که شما در تاجیکستان می‌بینین، اینا یعنی خیلی تاریخ بزرگ در این سرزمین دارن. الان دارن جامعه آهسته اینا قبول داره. شاید یک قشر جامعه شاید این چیز قبول نداره الان، از بس که خودی تاریخ سازان تاجیکستان یا اما آسیای مرکزی بسیار ملیگرایی تاریخ میسازه. اینقدر ملیگرایی است در تاریخشون که دیگر انسان جای نداره. مثل همونه که یک مثل تاجیکی، یک گفتار تاجیکی است: آهنگ از خدم، شعر از خدم، سرود از خدم و سرایندهش خدم. یعنی که اینجوری این تاریخه. میگویند که همین ملیتی یعنی خود امام علی رحمان نیست، قرلوق است. درست است همین؟ البته گوناگون گپ ها است، اما در شبکه‌های اجتماعی خیلی در این باره گپ می‌رود که او خودش قرلوق است. خیلی زیاد این گپ است. ما دلیل نداره. ما میتونیم امام علی رحمان فرانسوز گوییم. نه، حالا من برای چی این سوال رو دادم؟ برای اینکه چرا همین انسان مثلا گریم خیلی که شما همچون یک عضو اقلیت ملی مثلا گریم این مسئله رو مطرح میکنید و گفته شدید که تو حدی هم موافق شدید که این مسئله بیشتر مورد توجه قرار بگیره، اما یک نفری که صاحب قدرت است مثلا گریم میتواند که این مسئله رو بیشتر مطرح کند، به این مسئله اهمیت نمیدید. چرا؟ چونانی که گفتم این مسئله درجه هیچ ملیت برای این سیاست امروزه اهمیت نداره. برای این سیاست امروزه، بله، برای سیاست امروزه تنها همون ریسورس های زمینی و زیر زمینی و روی زمینی. یعنی برای این الان هیچ اهمیت نداره چقدر زمین وسیع باشه. آسیای میانه امروز سیاست آسیای میانه تنها بایگری است. یعنی برای اینو اقلیت ها، ملیت ها و خودی تاجیک در اوجه دیگر هیچ اهمیتی نداره برای اینو. برای با تحمل همدیگر دوستانه، متحد، با اتحاد زندگی کردن جامعه تاجیکستان چی باید کرد؟ درباره اتحاد، ما که اتحاد هستیم مردم. من فکر نمیکنم که ما مردم اتحاد نیستیم. تنها سیاست، نه، اگر این چیزها درست می بود، مطرح می بود، شما این مسئله رو نمی برداشتید. درست است که این مسئله نقص دارد. البته نقص خیلی زیاد داره. همچنانی که پیشتر گفتم این مسئله است که همچنانی که پیشتر گفتم ساختن
تاریخ ساختن رادیکالی ساختن تاریخ است. یعنی ما تنها میگیم که رادیکالیسم این در دین است، نه، رادیکالیسم در ملیت است، رادیکالیسم در هر یک چیزی را که از همون معیار و قانونهای اطرافی شریعتی و انسانی که گذراندی او رادیکالی میشه. امروز در تاجیکستان خیلی تاریخ این ملت عیب نداره، همون ملت گویم همون اداره میکردگی ها همین تاریخ بسیار رادیکالی میسازن. اینقدر رادیکالی میسازن که دیگر در چشم مردم یعنی باید همه وقت یک دشمن برای مردم باشه. همین تاریخ تاجیکستان کلگیش اگر شما مطالعه کنید یعنی یک مغول دشمن است، یک ازبک دشمن است، یک ترک دشمن است، حتی که شعر و سرودها هم از همین عبارت است. همین چیزها از بین برود، مردم نوبسته از زبان، از ملت، از قبیله و قومیت با هم متحد باشند. چی باید کرد؟ باید هر یک همون طلبات همون ملت یعنی حق شد. ما تاجیکستانی بدن این زمینی که الان تاجیکستان است که یعنی 80 سال میشه و تاجیکستان است 70 سال، این زمین صدها نام از بالای سر گذرون، چی خاقانات و چی سلطنت و چی امارات و چی خلیفت و این سرزمین هزار نام ها دید. امروز یعنی تاجیکستان نام داره. هیچ کس مشکل نداره ما تاجیکستانی بده زندگی کردن، اما در هر جایی که هست یک انسان باید حق خود داشته باشه. یعنی ما حق زبان داشته باشیم، الان من کتاب نوشته هستیم، ما چاپ کرده نمیتونیم. در جایی ما کتاب داریم زیاده از 120 صحیفه نوشته هستیم از تاریخ قرلق. ما متاسفانه ایرا چاپ کرده نمیتونیم. برای چی؟ اجازه نمیتیم. در اروپا اروپا میشود چاپ کرده، اما که در اروپا برای کی چاپ کنیم؟ ما میخوایم در جای چاپ رسونیم که اوجا خواننده و باشه، اما ما نمیتونیم این چیزا. ما میخوایم یک در همون سیاست یک حق خود داشته باشه، زبان، مکتب، کتاب، فرهنگ، تمدن و ما نیز انسان هستیم. ببینید عرب ها آمدن ما را ابن بنتی ساختن، روس ها آمدن ما را ایویچ ساختن. امروز ما در سطح مستقلی رسیدیم. امروز برادرای تاجیکا ما را میخواهند که زاده بسازن. من ترک هستم، من قرلق هستم. ترک تبار. بله، من ترک تبار قرلق هستم. من که از خود از گذشتگانم از نسل هم نام ها دارم. چرا برای من اجازه نامی من نیست ماندن نامی من؟ باشه یکی دیگر عرب گناهگار کنیم، دیگر روس گناهگار کنیم، امروز ما کی را گناهگار کنیم؟ بسیار خوب، تشکر زیاد. حالا این چیزهایی که گفتید یعنی موضوع مطرح میکردگی شما است، به شما موافق میشم. بله، این چیزهایی است که امروز در همون تالار در همون بنا خواهیم اگر که نوبت سخن ما رسید تلاش داریم و سخنرانی خواهیم کرد، همین مسئله ها همین مطرح کرد و اگر در حالتی که در اوجا در تالار نوبت ما هم نرسید ما همون حجت تیار کرده ای که داریم از جامعه قرلقا، از قرلقان جهان که الان ما حساب کنید که علاقه مطرح شد. بله، علاقه مطرح شد و ما خواهیم باز در اینا پیشنهاد کرد. علاقه ما قرلقا جامعه ما زیاده از 5 میلیون یعنی با همراهی من هستند. از پاکستان، افغانستان، تاجیکستان یعنی این حدودایی که است زیاده از 5 میلیون یا شورای بزرگ قرلقا را داریم. از همین تالار و از همین برنامه آقای شوکت جان برای کل قرلقای جهان سلام گرم خدا میرسانم. سلام، زنده باشید. تشکر زیاد. تشکر زیاد آقای شوکت. سلامت باشید.